سلام، خیلی خوش اومدید به یه برنامه پشت محوطه دیگه. اپیزود 10 هست و من تعجب میکنم از خودم که چطوری تونستم 10 اپیزود شقایق رو تحمل بکنم. یه تشکرم بکنم از اونایی که کامنت میذارید دایرکت و نسبت به برنامه اظهار لطف میکنید. یه دم که فوش میدن که اونا رو هم میبخشم و میذارم روی حساب این که برنامه‌مون داره دیده میشه. سلیقه است دیگه، یکی پرسپولیسی، یکی استقلالی، یکم طرفدار تیم شهر خودش. ما از اولم بنا بر این گذاشتیم که یکی از مجری پرسپولیسی باشه، یکی استقلالی، و از طریق تضادی که بین دو تا مجری پیش میاد بتونیم تولید محتوای طنز بکنیم. این توضیح دادم برای اینکه شما بدونید برای چی مثلا ما این کارو میکنیم. همون به هر حال طرفدار یه تیمی هستیم دیگه. اینکه فوشو بکشیم به طرفدارای تیم رقیب خیلی قشنگ نیست. مثل خود من. با دقت نگاه کنید. من قشنگم؟ نه. از کار شما همچین قشنگ نیست. بس کن دیگه، بیا بریم. بابا تو چرا نمیری از این برنامه؟ تو چرا نمیری از این برنامه؟ همه جا باید تو باشی. پشت محوطه نه جلو همه شیغاتیه، چو سفید و چیپس تیوی هم که روی جم تیویه، یکی با نمک یکی هم که خوشگل خوبه، یکی بی نمک اما گاهی شوخ و مسخره. جمع شدن همه تو برنامه پشت محوطه، توی خونه الاف بیکا عصبی کلافه، بگی بشین پای برنامه امشب پر فانه. حسین شقایق قرد و با عشق فلسفه، شروع میشه برنامه خیلی کول بوم جاله. پشت محوطه. خب چاله و گلایه رو ول کنیم، بریم سراغ بخش اول و روال عادی برنامه. فیلمو ببینید. تینو هم دیدی ماریتسو پوچتینو. آقا گوردی. خب به نظرم تمام شد. یعنی چیزه امریکا از 1/4 به بعدم همه رو حذف شد توی این چند دوره گذشته ای که Thank you very much. صحبت از فحش و فضیحت و حرفای غیر قشنگ اول برنامه شد. این ویدیو رو هم که دیدید خداداد عزیزی غزال تیسپای فوتبال ایران چه حماسه‌ای خلق کرد تو تلویزیون. سر پخش مثلا زنده مراسم و قرعه کشی هر چی از دهنش در اومد نثار ترامپ کرد. بهش گفت سیاه‌باز و بعضش هم براش گفت اسخل و البته با تلفظ اصلیش و صحیحش. به اینفانتینو هم گفت فاچه خار، اونم با تلفظ صحیحش این رو عنوان، یعنی فارسی سلیس گفت. آدم حظ میکنه از این همه ادب و متانت. اصلا صدا و سیما مثل دانشگاه است. بچه‌ها رو زور کنید بشینن پای برنامه‌ها چیز یاد بگیرن. فردا پس فردا تو کوچه و خیابونی که اذیتشون کرد بتونن از خودشون با فحش چارواداری دفاع کنن. یه روز آمریکا حمله کرد بتونن به ترامپ فحش بدن. اگه دوست ندارید که بچه‌تون این چیزا رو یاد بگیره کاری نداره، یه بوق بخرید. از این دراز قرمز است بزرگا میبرن تو ورزشگاه. وقتی امثال خداداد دارن در رو گوهر میپاشن از دهنشون، یک درمیون رو جمله‌هاش بوق پخش کنین بچه نشنوه. یا کلاً سیفون تلویزیون رو بکشید خاموش کنید. یه دم افتادم به دفاع مالکشی برای خداداد که شما که میگفتید صدا و سیما بیننده نداره، چطور شد همه مردم فحشای خداداد عزیزی رو دیدید؟ خب شما تو برنامه ساعت 2 نصف شب شبکه 4 هم فیلم لختی پخش کنی بالاخره از یه جا درس میکنه. چه استدلالیه واقعا؟ اصلا روایت داریم که میگن خود برنامه‌سازان، برنامه‌سازی تلویزیون از عمد سوتیایی میدن که برنامهشون وایرال بشه. خودشون هم پول میدن اون سوتی رو تو فضای مجازی پخش میکنن. یه بار یه موجی میخوره زمین، یه بار یکی فوش میده، یه موجی رو اون موجی دیگه میخوابه که باراندازش بکنه، یه مرد به یه مرد دیگه تنفس دهان به دهان میده. والا اینا افتخار نیست. همین الان اگه من یه تکون بخورم رو صندلیم، یکم زور بزنم، یه صدایی مثل صدای کشیده شدن شلوار روی صندلی در بیاد، همه جا وایرال نمیشه؟ میشه دیگه. مگه جکی چان اون صحنه بی‌ناموسی فیلم جکی چان تو شبکه کیش پخش شد مال اون بود، فضای مجازی نترکوند؟ کی شبکه کیش نگاه میکرد؟ این کار رو باید بکنید که برنامه‌هاتون دیده بشه دیگه، وگرنه امکان رقابت با من و امثال من و برنامه پشت محوطه اصلا وجود نداره. زشتای بی تربیت. ته خط خبرها. رئیس فدراسیون از احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای بازیکنانی که در سپاه خدمت کردند خبر داد.
به این ترتیب مهدی طارمی و شجاع خلیلزاده و چند بازیکن دیگر در دوران خدمت در سپاه آش می‌خورند. رسول خطیبی مدعی شد که کار سرمربیگری علی دایی در تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2022 تمام شده بود، اما خود دایی استخاره کرد و چون بد آمد از این تصمیم منصرف شد. شیر یا خط هم انداخت ولی سکه به حالت عمودی ایستاد. با پالامپولوم هم بد آمد. 10 20 15 1066 هم فایده نداشت. حتی خطیبی پیشنهاد کرد سواد داری؟ بی سوادی؟ پس تو خر من هستی را اجرا کند، اما دایی تصمیمش را گرفته بود. فدراسیون فوتبال ایران و مصر اعتراض کردند که چرا گیر داده اید باید از رنگین کمانی ها حمایت کنیم و مگر چه چیزی در ما دیده اید؟ عمر مرموش بازیکن مصر بلافاصله زنگ گرفت. محمد صلاح هم عکس 2 نفره خودش با باجناقش را از اینستاگرام حذف کرد. مدیرعامل یک شرکت هوش مصنوعی چینی بر اثر لگد قوی ربات انسان نمای ساخته شرکت خودش باد معده شد. وی در تبلیغ این ربات گفت عالی است، من از همینا برای خواهر خودمم میبرم. به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به سازمان تامین اجتماعی، نصف ساختمان باشگاه پرسپولیس توقیف شد. خوشبختانه آن نیم از ساختمان که دستشویی در آن قرار دارد در اختیار باشگاه پرسپولیس است و مدیران می توانند با خیال راحت در اتاق فکر تصمیم گیری کنند. جان استونز مدافع انگلیسی منچستر سیتی برای بازی با رئال مادرید به دلیل مصدومیت از ناحیه درخت کریسمس غایب بود. او هنگام تزیین درخت کریسمس دچار سست دستی و آسیب دیدگی شد. خیلی خوش اومدید به بخش ترول ها با یک عدد عنصر بی‌نمک و نچسب و تفلون همراه شما هستیم. شقایق خیلی خوش اومدید به برنامه پشت محوطه. خیلی امیدوارم ممنونم. که مهمان باشی فقط در این گوله اپیزود. نمک تو فدای الان تو. گوله نمکی من بی نمک. دقیقاً. ولش کن، چون تا این گرفته میریم سراغ ترول های بهترین راه حذفت همین تایم اصلا گرفتنه. ببین حوصله کلکل با آدم های توخالی ندارم. تو میخوام خالی این بار امروز از الفاظ ادبی واسه یه دوستمون استفاده کنم که دیگه اینقدر به من نگیم بی ادب. من خیلی هم مؤدبم. بریم. شما تو پر به حساب میای؟ آره دیگه من پرم. از الان یه تشنج چیزی می‌کنم. گفتن که منم نفهمیدن. نه نادان جاهل. ظاهر. نه گفتن من به تو بگم. نه گفتن من به تو بگم. آقای کارگردان شما گفتید کی به کی بگه؟ الان دیگه نمیتونم. پس من باید به تو پس من بگم. باید به تو نه دیگه بگم. زایه. ادامه بده، 7 دقیقه تموم شد. فیفا دوره قبلی جام جهانی رو داده به لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین. حالا که اسکالونی اومده جام رو برگردونه، فیفا نشناختتش. گفته این دست شما چی کار میکنه؟ مگه مسخره بازیه؟ دست خر کوتاه. بی ادبه. بعد به من میگیم بی ادب. تو داری اینا رو میگی. بابا تو نوشتی. من که نوشتم. کی اینا نوشته؟ تو دارید بیان میکنی. اگه پیکی میخوای جامو حمل کنی باید دستکش بپوشی. وضو هم که نداری، دست نمیزنی به این جام. منظورش اون جامه، یعنی خود جام. منحرفا. نه بله برو بعدی. من عذرخواهی میکنم از این من طرز بیان واقعا از نویسنده شقایق. به خاطر نویسنده و به خاطر اعلام خاوری براءت از شما میکنم از عذرخواهی شقایق. میکنم به خاطر اینکه من مجبورم. من ما یک در این مجریم برنامه که از باید شقایق اعلام بخونم و براءت میکنیم. تایم کاری رو نکن، گرفتی تموم شد. بیا، 5 5 دقیقه دقیقه. 5 دقیقه اولی رو گفتی. برو بعدی سری. ترامپ رو ترول کرده که خودش داره رو گردن خودش مدال صلح میبنده. خیلی دوستش دارم. دوست داری؟ آره. رئیس جمهور آمریکا از بهت ویزا اوناییه نمیده. که با واسه اینکه خودش دوستش داری. کارت تبریک مینویسه، پست میذاره، خودش لایک میکنه، بعدش هم همونو استوری میکنه. یکی تولدش رو استوری کنه، اونم اد استوری میکنه همونو. چقدر دیگه دوستش ندارم. از اونایی که شعر میخونه باید خودم را ببرم خانه، باید ببرم صورتش را بشویم، ببرم دراز بکشد، دلداریش بدهم که فکر نکند، میگویم گمیونن. خیلی خوب. اینو الان از خودت گفته بودی این شعر رو؟
داشتم فکر می‌کردم که این وجه از شقایق رو ما ندیده بودیم. این وجه از شقایق یا وجه این وجه از شقایق رو ما ندیده بودیم. ادبیات تو 94 میزدی 94. میتونستی تو هم شعر بگی. بفهم. اولی شما بیشتر گلواژه میسرایین. بریم بعدی 4 دقیقه. برو. نکست. رفته. نه دیگه، اون نرفته. برو. خب برو. آها. برو بالا. این مال قبل بازی رئال منچستر سیتی بود. اگه رئال این بازی رو برده ترول کننده خیت شده. منظورش اینه که سورپرایز رئال مادرید برای منچستر سیتی برای بازی چهارشنبه این بوده که ژابی آلونسو، درست خوندم؟ بله. خدافظی صدقه کنه. سر برنامه 4 تا فوتبالیست هم شناختی. فلج مغزی. یکی هم نوشته بود با اون همه مصدومی که رئال داره تنها راهی که برای ضربه زدن به من سیتی داره اینه که تو این بازی حاضر نشه، خیت بشن. اوکی. نمکدون. میری بعدی؟ اوکی. این واکنش عربا یا مسلمونا به تغییر رویه جام جهانیه. تو دوره قبلی توی قطر هیچکی حق نداشت پرچم رنگین کمونی با خودش ببره تو ورزشگاه. چرا؟ چون دستگیرش میکردن. بله. حالا باشه دیگه اینقدر نگو. حالا 2 کشور اسلامی یعنی ایران و مصر باید به افتخار LGBTQ ها بازوبند رنگین کمونی ببندن. آی بخورنوش جونت در عزیزم. مسابقه ایران و مصر باید این کارو بکنن. حالا جفت کشورها هم اعتراض کردن، باید ببینیم که 3 اعتراضشون دقیقه شما تموم سکوت شد کن. یا اعتراضشون به جای میرسه یا نه. من زود بگم تموم شد. محمد صلاح 3 تا بازی رفت رو نیمکت، یهو شروع کرد به غر زدن که من آنم که رستم بود پهلوان. آی مردم بردن نه اینی که بردن می‌خونی که بردن روزه است قهرمانتون رو بیشتر. کشتن. اینا به نظر میرسه که صلاح رضایتنامه‌ش رو بگیره و برگرده به عربستان. ولی از این پیش بینی‌های طنزم درست شده که مثلا صلاح تو ژانویه میره منچستر یونایتد. برگرده به عربستان. آره دیگه، خب عرب نیست مگه؟ مصریه. پس چرا اشتباه مینویسی منو گمراه میکنی؟ برای اینکه بقیه بهت بخندن. ولی بقیه به تو میخندن. اونم که داره ریمایندر آلارم میده فقط. ترکیبش کنار امو چرا اشو نذاشتی؟ امو نمیذاره، عمدن نمیذاره دوستان. دور میذاشتم نمیتونستی بخونی. امو و مزراوی دیدنی میشه، انگار که دفتر نمایندگی داعش تو انگلیسه. البته اگه خاوری تو هم بری تیم دیگه تکمیل میشه، چون خودت میشی سردسته داعش با این وجناتو هست. علاقه به چیز نداری؟ آرایشگاه فلان؟ نه. خاله. تو اینجا برای چی پول میگیری؟ این دو عکس مقایسه رفتار 2 باشگاه وقتش منچستر داره تموم میشه. یونایتد و لیورپول رسیدیم با به ثانیه‌های اسطوره‌های پایانی. خودشونه. همون رفتاری که با کریستیانو کمتر از رونالدو 60 شد، ثانیه. همین رفتاری که با کریستیانو رونالدو شد با محمد صلاح هم داره میشه. با این تفاوت که رونالدو زن 1 دقیقه. سیغه با این تفاوت که رونالدو زن سیغه‌ایش از زن رسمی محمد صلاح قشنگ‌تره. آخه محمدا چون بگیرن زود زن گرفت بنده خدا. یه محمدی هم پیدا بشه. شقایق نوشته آیا لیورپول منچستر یونایتد دیگر است؟ منظورش همینه. منی که فوتبال دنبال نمی‌کنم من فهمیدم دیگه. وای بالا شما. برو بعدی. فلورنتینو پرز، حال کردی؟ بله. رئیس باشگاه رئال مادرید هر وقت مهمون داره سقف ورزشگاه برنابئو رو میبنده. یه جورایی پوز تکنولوژی امکاناتشون رو میده. جلوی سلتا ویگو سقف رو بستن و بعدش باختن. انگار در قابلمه رو گذاشته بودن تا حسابی مغز پخت بشه. بله حسابی مغز پخت. زمانو بگو. یه بار دیگه بگو. به موقع تموم کردی. حال کردی. دمت گرم. یعنی اگه مدیریت نمیذاشتم زمانت تو- خوبه. به میذاشتم نظرم باید حرف پشت بزنی که دوربین باشی. تموم شد. گتش کنیم دیگه. چون زمانش خوب. ما بریم بخش بعدی. با اینکه از شهرورد تهران 2 هفته گذشته، اما اونقدر سوژه داشت که تا چند سالی میشه ازش برنامه تامین کرد. اون از زمینشون که دایره وسطش رو نتونسته بودن درست در بیارن. به هر چیزی شبیه بود جز دایره. یه چند ضلعی نامنتظم بود. دروازه‌ها هم که روبروی هم نبودن، یعنی دروازه‌بان اینور مستقیم شوت میزد میخورد تو به میله پرچم کرنر. چمنش هم که قربونش برم انگار گال گرفته بود. یک گله گوسفند رو ول می‌کردی وسط چمن، گوسفنده از گشنگی میمردن.
حاشیه‌های دیگه هم داشت که این صحنه‌ها رو ببینید. اسپیناف جدید واکینگ دد و مربوط به سینمای ژانر زامبی نیست. این تصویر آخرالزمانی از ورود یواشکی تماشاگرها به ورزشگاهی که توسط نیروهای مقاومت سرکوب میشه. و این یکی این حرکات اسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس هم خیلی بازتاب داشته. یه عده شک کردن نکنه داره جادوگری میکنه. آخه جادوی چه گری برادر من؟ بیکار شده رفته داره زمین رو متر میکنه. آخرش هم از صاحبخونه میپرسه این منطقه متری چند؟ مدل ما ایرانی که هر جا میریم مهمونی سری متراژ خونه رو میپرسیم، ضرب در قیمت هر آپارتمان میکنیم، هر متر آپارتمان میکنیم تو اون منطقه، میبینیم که آقا مثلا سود داره بسازیم نسازیم، حالا پولم نداریم مثلا. یا مثلا میریم مطب دکتر روزی چند تا بیمار ویزیت میکنه رو میشمریم، سر برج حقوقش چقدر. خود بازی هم که بالای 18 سال بود کلا. یه جا سروش رفیعی درباره لزوم قهوه خوردن مادر دروازه‌بان خارجی استقلال حرف میزنه. این باقری هم پشت سرش دیدین. این باقری هم پشت سرش دیدین. گرگو میشه هوا طوری شده که کم کم نور موبایل. شاید هم مثل شجاع که به تماشاگرها حواله داد، بعدش گفت داشته به کشاله رونش که مصدوم اشاره میکرده. شاید اینم ماسمالی بشه. سروش بگی داشته اشاره میکرده به مصدومیت مادر آدان. آخر بازی هم که سرخیزان رفته به سرجوریه گفته تو چه شبی هستی؟ اونم شاکی شده قاطی کرده. بعدش کنعانی اومده سبا کنه بگه صلوات بفرستید که بین اوریه و کنعانی زادگان هم دعوا شده. به هر حال اینا چیزایی که از اون بازی به یاد موند. خود مسابقه که چیزی نداشت، یه مش بازیکن این بچه‌ها که تو پارک دنبال توپ میدوئن، داشتن دنبال توپی میدویدن، بعد بازی میکردن و یه ذره خاک بلند میکردن. همین. زمینم که پسی بلندی داشت. خب برگشتیم با شما همراه هستیم. میخوایم کامنت هایی که در پست های وایرال شده شما گذاشتید رو بخونیم و این کار به عهده شقایق، البته که خیلی گفته بودن که چیزایی که شقایق میاره بی‌نمکه، ولی خب چاره‌ای نداریم دیگه. کی گفته؟ شما من نشانش بده. چی میگن اسمش چیه؟ همینی که هست، بودی که وارده. بودی که وارده. آره همینی که هست. چون ما نمیتونیم کاری بکنیم، دست ما نیست. دست کیه؟ شقایق پارتیش گلفتره انگار. اشتباه میاد. نه بفهم. اینجا پارتیه. اوکی. مثل همیشه آقای حماسه ساز یه جمله گفته بودی صبح. چی گفته بودی؟ آقای خدا داد که فقط در شناسنامه عزیزی. واقعا چقدر تو بی تربیتی. اما من بیادب‌ترم داریم، دیدی؟ بله. خیلی خوب. صدا مثل این شیمیایی شده. ببین یه آقایی، یه کاربری با این شعر انتقاد کرده بود که تربیت نااهل را چون بله این ادبیات 94%. اولین باره دارم این شعر رو میشنوم. خب ادبیات 94% یعنی تو 94% ادبیات رو بلدی دیگه. مال سعدیه. نمیذاره. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. گردکان. آره این گردک منظورش چیه؟ گرد. نه منظورش از گردکان بر گنبد. ولش کن بریم بعدی. اوکی. یکی دیگه اومده زیرش فوش نوشته به همین کاربره که شعر سروده، گفته شاید شعر مال سعدیه، شعر نسروده، به هر حال نطق کرده دیگه. گفته شاید شعر رو اینجوری خونده، تربیت نااهل رو چون گرده، همونجوری که من خوندم، کان گرده بر گنبد است. تی بودین گفتم من اصلا. کی 2 نصف شب میشینی کامنت در میاری؟ نه یعنی اصلا دست خودت نیست. دست خودت نیست. صبح تو مترو من عذرخواهی میکنم. خیلی خوب. برو بعدی. موضوعش هم بهتون بگم دیگه. مثل همیشه اون آقای با ادب عزیزی غیر عزیز فوش داده. حالا همه جاشو نشونه همه داده دیگه. برو بعدی. بریم بعد. برو. اوکی. اینا با هم رفتن، با این خارجی ها رفتن شام بخورن. نه وایسا خارجی الان اینا کیان؟ رضایان
دیگه رامین رضاییان. رامین رضاییان کدومه؟ اینه. خب شناختی. خب بعدی کیه؟ اون کیه؟ اون کیه؟ بگو خاله ببینه. استقلالیه. بگو کیه اون؟ استقلالیه. نه تو که من دارم تو رو مسخره میکنم. میگم تو استقلالی اونا رو میدی. اون خب کیه؟ استقلالیه دیگه. در همین حد خیلیه. منیر حدادی و اون وسطیه رو بگو. ایرانی نیست. وسطیه رو بگو. منیر الحدادی ایشونه. آره اون وسطیه رو بگو که موهاشم برید کرده. اون وسطیه کیه؟ درد کرده کچله که. نه اون سمت راستی برید کرده، سمت چپیه. وسطیه کیه بابا؟ استقلالیه دیگه. یه استقلالی تیر اینجا وایساده. اولشو بگو. یه. آره. دومش الف یا سین سر عرفات. ر جان الف سین الف نه یه. ببینم کی. سین الف آی کیو در حد مرغ. الف گفت یه نگفت. آی کیو مرغ. اسامه. یعنی من موندم این استقلالیایی که میان به خاطر شقایق به من فوش میدن تو دایرکت الان چی دارم بگن؟ یاسر آسانی. آسانشو گفتم. اسامه همون آسان بود. بریم بعد نه بعد کامنتاشو بگو. خیلی خب حالا این بدبختا اینجا نوشته بود اومدن شام بخورم بعد چی شده بود؟ نوشته بود دور همی آسانی. من متقلب نیستم اگه نه جواب میدم. منیر آدان کو؟ آدان اون بره. آدان قربونیت میدم. تو چرا آدان نشون ندادی؟ چون آقای حسام که زحمت میکشه والو درست میکنه اصلا به آدان توجه نکرده. آدانو تو دوست داشتی؟ فقط دندوناشو بعد درست میکرد. آدانو میبرم دندوناشو. همین با این چیزی که میدم نصفشو میدم به آدان. خیلی خوب. حالا برو. خیلی خوب. کامنت ها اومدن شام بخورن. چی؟ اومدن شام بخورن. هیچی فقط وایرال شده. عکسشون وایرال شده. همین. مثل ما که میریم شام میخوریم عکس میگیریم. آقای رضاییان استوری کرده. چرا امروز انقدر تو حرفای من با صدای بلند میپری؟ میخوام زودتر. میخوای که من حرف نزنم؟ اوکی دارم. یه کامنتی داریم که گفته جشن تکلیف 9 سالگیشونو گرفتم. نمکدون. خب بقیهش خیلی چیز بود دیگه. مثلا چی بگم عکس لنگیسوس چه ربطی داشت؟ کامنت های بی ربط میذارن. لنگیسوس واسه یعنی تو که استقلالی هستی نمیدونی لنگیسوس یعنی چی؟ من میدونم ولی چرا باید لنگی بسوزه؟ نکن یاد احمدی نژاد میافتم. چرا؟ خشخاش. بابا خیلی خشخاشاک تو بابا. چه ربطی داره؟ داشت مگس میگرفت وسط. نه من دارم خشخاشاک میگم. خب برو بعد. خیلی خوب میریم بعدی. نمیریم بعدی؟ رفت بعدی. آقای ترامپ هستن عزیز دل من که البته کم تغییر نظر دادم ولی خب کلا فوتبال به نظرم تنها چیزیه که باقی مونده بود برای اینکه سیاسی نشه. چرا باید سیاسی بشه؟ متاسفانه فوتبال رو هم درگیر حواشی سیاسی کردن و سیاسی شده. متشکرم از اینکه انقدر سنگین صحبت کرد شقایق. من واقعا دیدی من این بوده اصلا بعید بود ازت. بگو. کامنت داریم که فیفا هم اصلا سیاسی نیست. بوده در لفافه بوده اینقدر دیگه. این چیز بود. این کنایه بود بیشتر. کنایه بود. آره دیگه داره تیکه میندازه و ضد بشری مثل ترامپ. بله. برو بعد. دیگه اصلا جای حرف نداره دیگه. اوکی. ایشون هم اعتراض کردن به اینکه آدمایی که اومده بودن برای تماشا روی سکوهای ورزشگاه سیگار میکشن. چه کار زشتی. خیلی کار زشتیه. بیرون از ورزشگاه هم کار زشتیه. تو ورزشگاه هم که دیگه جای خود داره. حالا بعضیا میکشن. چه کار داری به کسی؟ چی کار زشتی دیگه. حالا ولش کن ایراد نداره. تو نمیخواد الان درس اخلاق بدی. بیا. حالا تو رو میگیم بازی چی نمیزنی؟ الان کیه؟ این آقا کی بوده؟ خودش دیگه. اون آقا کیه؟ این آقا امید عالیشاهه. امید عالیشاه مال کدوم تیمه؟ مال پرسپولیسه. آفرین. ببین یه استقلالیه که پرسپولیسیا رو میشناسه ولی استقلالیا رو نمیشناسه. ما باید رقیبو بشناسیم که واسه ضربه زدن. خودیا که خودیان دیگه. آره کامنت زیاد داشتیم که اصلا بیچاره رو ترور کردن و اینا. من اونا رو نمیگم. ولی خب مثل اینکه قبلا فوش داده بوده این آلیشا. فوش مادر داده بوده. آره. یه کامنت داریم که نوشته آدم سیگار بکشه ولی فوش مادر به مردم نده. نه امید نداده که سروش رفیعی فوش فحاشی کرده بود که به خاطر همون دیگه. آره من فکر کن یه دوست بکشه یه دوست دیگه نکشه.
با هم میکشن. یعنی یه دونه چیو دیگه هم میکشن؟ داریم اونا سیگار یکی دیگه، سیگار عزیزم، از سیگار آها. نوشته همون کاری که شما تو خفا میکنید. راست میگه دیگه، همه چی میزنید. بعد اون وقت کی چه تهمت کی تهمت همه چی نمیزنم. تا میزنه؟ کجا میدونی تهمته؟ کی همه چی میزنه؟ من بریم بعدی، بریم بریم بعدی. جملات زشت و عجیب سروش رفیعی بله. خطاب به آدان. تو غلط میکنی به آدان من حرف میزنی. چرا؟ دروازه‌بان استقلال. بله. دوست ندارم آدانو، دوست دارم. باشه اوکی. کامنت داریم که این کامنت چیزه، ولی خب من این رو اسکرین شات گرفتم به خاطر اینکه این کامنت دوستمه. من نمیدونم اینجا چرا اومده کامنت گذاشته. آقای علیرضا خان، از همین تریبون اعلام میکنم که الان تو تکلیفتو معلوم کن. اگه دوست منی که نباید پرسپولیسی باشی، اما اگه دوست من نیستی میتونی پرسپولیسی باشی، استقلالی باش. بعد اون وقت اومدی کامنت گذاشتی حتی رقیب قابل احترامی هم نیستین. من واقعا حرفی ندارم. از تو بعید بود که تو هم موزیسیانی، هم هنرمندی، هم انقدر دوست منی. اصلا همین لولت هم اینجا رفت رو سقف، بعد پرسپولیسی گند زدی، یعنی خراب کردی. من نمی‌دونم. خیلی خب برو بعدی. ها دلم سوخت واقعا، اینو دلم واسه مملکتم سوخت. یعنی چی بگم؟ میگه که توی زمینی دارن بازی میکنن که هیچ چیش استاندارد نیست، حتی دروازه ها هم توی مثلا یک راستان نیستن. آره. بعد کامنت داریم که میگه که ورزشگاه مطابق با سطح هواداری دو تیم بود. وقتی شما طرفدار استقلال باشیم ورزشگاه بهتر از این نمیشه. الان راجع به استقلال داره میگه. نه، داره میگه که طرفدارای استقلال و پرسپولیس. ولی وقتی که شما نه، اینی که اینو نوشته کاملا بی‌طرفه. معلومه که بی‌طرفه، چون نمیتونی هم به این بزنی هم به اون، بعد طرفدار پس یکیشون احتمالاً باشی. طرفدار سپاهان باشه. شاید هم تراکتور. شاید. اتفاقا سطح زمین از سطح تیم‌ها کاملا بالاتر. راست میگه، چون زمین پستی بلندی داشت. یه جایی تیم‌ها مثلا پایین بودن، زمین بالاتر بود. آره. خیلی خوب دیگه. این که برو نکست. این خیلی منشوری بود. این آقای خطیبی زنوزی. آقای خطیبی زنوزی. چرا میگه اینجا رو ببری؟ اینجا رو ببری منو اونو میبینی. زنوزی رو میبینی، اینجا زنوزی رو ببری باز منو میبینی. شد عاشقانه است. خیلی هم دوست داشتن. خیلی عاشقانه است. بالاخره ایران باید از همینجا شروع کنه بر اون پرچم تو جام جهانی. کامنت داریم که نوشته پیوندتان مبارک با جناخا. خیلی خوب دیگه. آها و آخریش برو سیبیل قشنگو بیار. سیبیل آقای قلیچ. سیبیل بله. پس فردا صبح سیبیل داره. ایشون رفتن دم باشگاه پرسپولیس، راشون ندادن. بله. بعد حالا دیگه کامنت های مردم همیشه در صحنه نوشته که خیلی بی‌ادبی‌ها بودا. اصلا نه چرا بی‌ادبی می‌کنین؟ مثل آدم حرفتون رو بزنین دیگه. فوش بعد بدی حتما تخلیه میشین، اینجوری حالتون بهتر میشه. میان وای به منفی انرژی منفی میدین مثلا تو اینستاگرام. من چقدر نمی‌فهمم. من فوش خوردم. تو که حقته. اوکی. نوشته که همون بهتر که رات ندادن. برو باشگاه استقلال اونجا رات میدن. آره دیگه. این بهترین بودا. گشتم و یک آره خیلی کامنت اومده بود. همومی را انداختن. تموم شد. متشکرم. بریم بخش بعدی و امیدوارم که از این بخش هم لذت برده باشید. میدونم که چیزایی که شقایق انتخاب میکنید جذاب نیست، ولی خب بر ترتیب چون خودش یه ذره نمک داره میشه کل برنامه رو میبینن که برسم به تایمی که من هستم. ولی اینو خداییش راست میگه. آره. راست میگه. یعنی ما زدیم تو هدف، گل زدیم دقیقاً. گفتین شما برنامه رو به خاطر من که نگاه نمی‌کنین، شقایق رو بیاریم که حداقل منتظر باشین هر بخش شقایق رو ببینید. من که دیگه انتظار حذف شدن خاوری رو ندارم. دیگه قیدشو زدم. ولی حداقل میتونین کامنت بذارین که زمان من بیشتر بشه. زمان شقایق کمتر. زمان خیلی آقای کارگردان با شما همراه هست. در حالی که ما چند ساله داریم ورزشگاه آزادی رو بازسازی میکنیم و تازه تونستیم سکوهاشو به بیابون تبدیل کنیم، بانو آنا د آرماس رو آوردن عربستان برای شرکت در جشنواره فیلم دریای سرخ. بعدش بردن ابوظبی برای مسابقات فرمول 1. اگه اقتصادمون درست بود،
اگه اقتصادمون درست درمون بود و مدیر با کیفیت داشتیم و با کفایت البته، الان ما بودیم که کریستیانو رونالدو و آنا د آرماس رو می آوردیم تو کشورمون، پوزش رو میدادیم به دیگران. مگه جوانای خودمون چلاقن که بانو د آرماس بره تو کشورهای حاشیه خلیج فارس غر بده، بعدش ما اینجا فقط حسرت بخوریم؟ سایت هم که فیلتره یا اینترنت کنده، جوون مملکت ما نمیتونه بره سرچ کنه آنا د آرماس به علاوه عکس در حمام، مجبور از خودش تو فکر خودش تجسمش کنه. کار سختیه دیگه با این همه مشغله بی پولی تجسم آنا د آرماس. کاش روزی برسه که اونقدر پولمون با ارزش بشه و اقتصادمون قوی، همه در و دافای سینما و موسیقی و سایت‌های آنچنانی بیان تو صف ویزای ایران. هرچند که قبلا هم یک دو سه تاشون از دستمون در رفته بود، اومده بودن ایران، عکسش هم هست، فیلمش هم هست. این آقای دکتر محسن رضایی هم پیش بینی کرده بود که اگر امید دشمن رو مایوس کنیم، آمریکایی‌ها خودشون به تهران میان و در فرودگاه پیاده میشن و میگن که خواهش میکنم فلان فلان فلان. در بازی بارسلونا مقابل رئال بتیس نیروهای امنیتی پدر لامین یامال رو دقیقه 70 بازی به دلیل ایجاد بی‌نظمی تو استادیوم ورزشگاه شوتش کردن بیرون. پدر یامال از ایناست که همه جا پوز پسرش رو میده. وقتی اینجور آدمیه روی سکو هم داد میزنه جلو همه و عربده کشی میکنه که این بچه رو میبینی؟ کار من بود. یه شب بارونی و تاریک و دستم رو بیچاره یامال تو دوران مدرسه هم هر وقت باباش میومده دنبالش از خجالت آب میشد. بابا تا معلمای خانومو میدیده میگفته این بچه رو دیدی؟ رضایت مشتری. میخوای از اینا برات درست کنم؟ میخوای بگم لک لکو برات بیارم؟ یا چشمکم داشته تحوله میکرده؟ از بس پوز بچه‌ش رو داده دیگه اسمش شده بابای یامال، مثل بابای آراد یا خواهر رونالدو یا عموی سوباسا یا پدر پسر شجاع یا زن سپهر حیدری مثلا. اریدن هرناندز مدافع آلمریا در لالیگا 2 ساعت 4 صبح با پورشه خودش یا پورش خودش برنخوره بچهای بالا زده به 3 تا خودرو، بعدش کوبونده به در ورودی پارکینگ یه ساختمان مسکونی. همینجوری داشته به کل خودروها و ساختمان‌ها آسیب میزده که به نظرم پلیس با یه تیر زده متوقفش کرد. اینم وضعیت ماشینش که در تصویر می‌بینید. حتی گلگیرش با یه تقه درست میشه، بدون رنگ که نه، ولی با یه فرچ رنگ و به نظرم با PDR در میاد. حتی موقع فروشش اگه بخواد بره پارکینگ بیهقی کارشناسایی هستن که با یه آهنربای کوچولو تشخیص میدن خودرو رنگی داره یا نه. این آقا میزان الکل خونش 3 برابر حد مجاز بود. احتمالاً از این آب الکلای 98% خورده که اون 2% هم اسانسه. الان آرمین سهرابیان بود که واقعا اون پیک الکل غیر مجاز گرفته بود دستش، اون بود میگفت این یه فیلم قدیمی بوده که دوستش سری اختلاف باهاش منتشر کرده. اگه بازیکن حرفه‌ای هستید یا ورزشکار هستید مشروب نخورید. اگرم کوف میکنید پشت فرمون نشید. اگرم پشت فرمون میشینید به قر کردن یکی دو تا ماشین اکتفا کنید. 80 شدیم توی مثلا چیز شاید تو چند سال؟ نه توی 1 سال ما 80 تون کردیم. روزنامه کیهان رو برو بخون تاریخشو قشنگ در میاره. همایون بوده اون موقع اسمتون. اسممون همایون بوده. خب حساب نیست که. نه همایون زیر مجموعه همایون بودین، پرسپولیس بودین. شما هم دوچرخه سواران بودین؟ باشه ما مشکل نداریم.
ولی 8 تاییتون کرد. اینم 6 تایی ولی نکردید چه؟ آقای فتح‌الله زاده بازم مصاحبه کرده برای اینکه ورد زبون کانال‌های هواداری بشه. دوباره هم اون ادعای 8 تایی شدن پرسپولیس جلوی استقلال رو تکرار کرده. میگه خودم دیدم تو کیهان نوشته بود پرسپولیس از استقلال 8 تا خورد. چند تا حالت داره. پرسپولیس و استقلال فقط به خاطر گل روی عموفتل یا عموفتل با هم بازی کردن و حضور هر تماشاگر یا خبرنگار و فیلمبرداری ممنوع بوده. اولش هم قول گرفتن، پرسیدن قول میدیم بین خودمون 22 تا بازیکن و چند تا مربی و داور و ذخیره بمونه؟ فتحی هم قول داده اما بعداً زده زیر قولش، کولت سن دیگه یادش رفته اصلا. حالت دوم اینه که واقعاً اونا بازی کرده باشن. کمیته انضباطی اون زمان، یعنی اون بازی رو بدون تماشاگر کرده باشه، صدا و سیمای اون زمانم به خاطر اختلاف سر حق پخش بازی رو پوشش نداده باشه. یا گروه فیلم برداری مثل اون بازی 6 تایی‌ها بود که رفتن مسابقه کشتی رو پوشش بدن، رفته باشن مسابقه کشتی رو پوشش بدن. فقط خبرنگار روزنامه کیهان اون مسابقه رو از نزدیک دیده و گزارشش رو تو نشریه چاپ کرده، ولی از شانس بعد آبیا اون روز فقط و فقط یه نسخه چاپ شده که عد افتاده دست دکتر فتح‌الله زاده. همون تک نسخه هم بعداً موریانه همه کاغذاشو خورده و فقط اسم کیهان مونده روش. حالت سوم چیه؟ شاید استقلال خوی با پرسپولیس خوی بازی داشته. حتفتلم که ادعا میکنه یه موقع تو پرسپولیس خوی بازی میکرده 8 تا خورده. حالت چهارم هم اینه که آقای فتح‌الله زاده رو ببرن تست الکل. یا مثل اون بازیکن آلمریا تو لالیگا 2 با اون حالش پشت فرمون نشینه تصادف زنجیره‌ای درست کنه، کل لارستانو نابود کنه. انتخاب بازی تیم‌ها و کشورها برای جام جهانی، این رسوایی شوی بسیار متعفنی که مردک جنگ‌افروز آدمکش مسخره کننده مسخره شو که نماد تمدن امروز جهانه خیلی جالبه. در شنیع‌ترین شکل، در جنایت آمیزترین صحنه‌های تاریخی مشارکت داره، حضور داره، پشتیبانی میکنه، بعد انتظار جایزه صلح هم داره. وقتی که توی حالا نهادهای مثل صلح نوبل که مورد قبول بخش بزرگی از دنیا نیست ولی یه ظواهری رو رعایت میکنن، وقتی دستش از اونجا کوتاه میشه به حوزه ورزش که تا حالا تمام فلسفه و تمدن غرب شعارش اینه که ورزش سیاسی نیست. آقای پور محمدی نامزد سابق ریاست جمهوری و وزیر اسبق اطلاعات جوری شجاعانه علیه ترامپ در تریبون صدا و سیما حرف زد که موهای زاید چگوارا تو قبر ریخت. ببین چه رگباری فحش رو میکشه به رئیس جمهور آمریکا. درود تو شرفت مرد. آقا واقعا یه لیوان آب بخور، کشتش بدبختو. بین هر 8 تا فحش خارمادر یه نفس بگیر که نج گلوت برادر. قرعه کشی جام جهانی فوتبال که رسوایی و شوی بسیار متعفن بود و دونالد ترامپ هم که مردک جنگ افروز آدمکش مسخره کننده مسخره شوی عمه به خطا. مثلا عمه هم دیگه چیکار داریم واقعا؟ ما خوبیم که جام جهانی که هیچ میزبانی مسابقه فوتبال با الحسین اردن هم نمیتونیم درست انجام بدیم. جایزه صلح هم باید بدم به شما. واقعا ببخش عمو جان، ببخش. ترامپ غلط کرد. دیگه از این کارا نمیکنه. پیرمرد کله بو. دوباره من اینجا با بهترین ها و بدترین های این هفته. لازم به ذکر نیست که دیگه بگم خاوری نیست و اینا، چون همش الکیه. من نمیتونم خاوری رو حذف کنم. امیدم به شماها بود که متاسفانه شماها هم مثل این که یه کم دوستش دارین. پس این برنامه مال خاوریه، من نباشم اونم هست. میتونیم زمان منو بیشتر کنیم. حالا بریم بعدی. نه بعدی چی؟ اولیه. قهرمان شیرجه هفته میرسه به این مدافع شجاع تیم پیکان که مدل فیل جونزی دفع توپ کرد. درست خوندم؟ بله. خزید و خزید و خزید، بعدش با سر توپو زد. یاد بگیرید لطفاً بدبختا،
پولکیا. واسه پولی که میگیرید صدتون رو بذارید. این پولا حلال نیست، خوردن نداره. مثل بعضیا که هد نمیزنن موهاشون خراب نشه، اسم نمیبرم. یا تکل نمیزنن که اتوی شورتکشون از بین نره، اسم نمیبرم. آره. برو بعدی. وحشی هفته یا آزمایش ادرار دهنده برتر هفته میرسه به تماشاگرای اینتراخت فرانکفورت که پا شدن اومدن تو خونه حریف، تو کیسه فریزر کار خرابی کردن، ریختن سر هواداره میزبان. البته خودمون بازی پرسپولیس تراکتور مزگان داشتیم پارسال که آزمایش ادرار اون تماشاگره بود ولی جامد بود. نکست. حواله هفته، حماسه دیگر از غزال تیزپای فوتبال ایران. زبونش هم البته مثل پاهاش تیزه. بعد از فحاشی تو میکس زون درسته؟ میکس همون و فحاشی روی آنتن زنده تلویزیون تو ورزشگاه فولادشهر همه تماشاگرها با انگشتا و حرکات دستش واکنش بی‌تربیتی نشونه. یعنی هر روز یه حماسه جدید نشون میده. من نمیخوام نشون بدم که کجاش اشاره کرد، دیگه خودش معلومه دیگه. چقدر اینا بی‌ادبن. برو بعدی. ریش سفید هفته میرسه به کنعانی زادگان که دعواش با سرژوریه سر این بود که میخواست وساطت کنه اوریه به شوخی نژادی بازیکن استقلال سحرخیزان واکنش تندی نشون نده. بعدش اوریه شیلنگ رو گرفت رو خود کنعانی، لطف کرد. برو بعدی. کمره یا فنره هفته میرسه به این هوادارای نساجی که لامصبا رو ببینید بلا گرفته ها، جو غیری میدن. محمد خردادیان کیلویی چند. برو بعد. رکورد بوتاکس هفته هم میرسه به آقای عنایتی که دکتر زیبایی انداختتشون تو بشکه بوتاکس. لعنتی. برای ردگم کنی هم که شده بود بعد یه خطی چینی چروکی چیزی میذاشتی که بمونه کسی شک نکنه. والا از محسن رضایی بیشتر بوتاکس مالیده به خودش خدا وکیل. من با این سن هنوز، سنی که البته ندارم، بوتاکسی نزدم هنوز. برو بعد. قشنگی‌های هفته هم میرسه به هوادارای خانوم صنعت نفت برزیل که ورزشگاه رو با قشنگی‌هاشون قشنگ کردن. اصلا آبادان شهر وفاست اون باشه دست دست. رسیدیم به مسابقه هفته. مگه قرار نبود من بگم اینو؟ من هیچ قراری با شما ندارم. مسخره. رسیدیم به مسابقه هفته. توضیحات تکراری که وقتی جایزه نمیدیم کسی هم از شرکت کنه. واقعا کسی شرکت میکنه؟ بله شرکت میکنن. قدرت طنزشون رو تو کامنت ها به رخ میکشن، غیر از فحشایی که میدن. البته که بعد بگم که نویسنده خودمون از همه جوگیرتره، فکر کرده بهش جایزه میدن، همه شوخیاشو خودش انجام میده، یعنی میپاشه تو متن، میپاشه تو برنامه. خب بگیم مادرش براش جایزه بخره سر صف بهش بدیم. میگم حساب مادرها و مامان خانومیای مردم رو کلا بذاریم کنار، جدا کنیم، بریم سر مسابقه این هفته. برای شرکت در مسابقه هم میتونید به این زیرنویس آره تو زیرنویسمون میتونید اینجوری بال چیز کنید، شرکت کنید دیگه. این شرکت کنید. این بدبخت صندلی‌ها رو ببین تو رو خدا. این وضعیت ورزشگاه یاسوجه. چجوری تا رد شن از اونجا؟ واقعا که یاسوج علیه السلام، خودت بهمون رحم کن. خیلی بریم سراغ مسابقه این هفته. منظور طراح و سازنده این سکوها چه بوده است؟ الف، هنگام تماشای مسابقه فوتبال پای خود را دراز نکنید و چهارزانو بنشینید. ورزشگاه جای مقدسی است. ب، یکم گردتر بشینید که همه جا بشیم. عقبی‌ها پاشون رو بندازن رو کله جلویی ها. جیم، موقع ورود به ورزشگاه لطفاً پاهای خود رو به همراه نیاورید. دال، جایگاه ویژه کلمنها. ر، مورد 5 رو شما بگید. همه لقمه ها رو که من نباید به جوم بذارم تو گلوتون. نه چه گلوتون، شما همین حرکت یه خلاقیات این کاری میکنید.
به پایان آمد این دفتر. دیگه رسما شقایق در این حکایت برنامه هم به اتمام همچنان رسید و امیدوارم باقی که از است. دیدن این برنامه با باقی شقایق است و لذت باقی برده است. باشید. دیگه شقایق ما در این برنامه نخواهیم داشت. زهی البته خیال منظورم تو این باطل. هفته است، تو این می‌دونی؟ اپیزوده بچه‌م تموم دیگه شد دیگه. گناه مراقب داریم. خودتون می‌بینی؟ باشید که می‌دونی چرا بریم دیگه تا بخش کلکل بعدی می‌کنم؟ که من در می‌دونی خدمتتون دقیقاً چرا؟ باشم. به خاطر اینکه این گناهی نه یا و خدا نزدیک. نه یا زده. نزدیک. می‌دونی خدا نه یا- زدتش. من دیگه چیکارش کنم؟ دست بچه‌ها می‌دونی انتهای برنامه از آنچه در آینه می‌بینید نزدیک‌تره. هر هفته مکافات داریم با این دشمنان زیبایی و زندگی عادی مردم. 7-10 روزه گیر دادن که چرا دخترها تو ماراتون جزیره کیش شرکت کردن و موقع دویدن چادر چاقچور نکرده بودن. یه پیج هم تیتر زده هشدار در مورد زیرزمین‌های ورزشی تهران. بعدش 2 متر سغرا کبرا چیده که مشکل فقط مختلط بودن باشگاه‌ها نیست. مشکل اینه که نظارتی وجود نداره. ممکنه سلامتی ورزشکارا به خطر بیفته. آخه ممکنه دنبل بیفته رو پای یه بدنساز. آره دیگه، کاملا ممکنه. حالا نگاه نکنید که هیکلم نه قیلونه ها، قیلون همش عضله است. این زیر فرصت بشه خودم تو مسابقات مستر المپیا شرکت میکنم، بهتون نشون میدم. باشگاه مردان تارنکبود مثل بعضیا نیست که همش روش بشه. میگفتم خودم که میرم باشگاه مختلف تنها کاری که نمیکنم ورزش. از چرا؟ فقط یه عضلات تقویت میکنم، اونم عضلات چشممه. اونقدر چشمام میچرخه اینور اونور که قرنیه هام جلو بازو در آورده. به جای مکمل و پودر و ویتامینم شیرموز میخورم. همه جامم الان جوش زده، یعنی حتی پس کله‌ام الان جوش زده. نمیتونم درست صندلیت دیگه بشینم. اینا برای سلامتی جوونا ضرر داره دیگه. وقتی حواست به دنبل و دستگاه هالتر نباشه احتمال معصومیت هست. داری پرسینه میزنی یهو هالتر عین سنگ قبل میفته رود. پس درک میکنیم که نگرانی و دلسوزی این دغدغه‌مندان و دلواپسان عزیز چیه. سر اعتراض به مسابقه 2 ماراتون جزیره کیش هم حق با اوناست. چه معنی داره چند هزار تا دختر که بدون هماهنگی با مسئولان زیبا آفریده شدن همزمان با هم بدوئن؟ میگم زن باید بدوه. این شقایق ما رو نگاه کنید. تو عمرش 2 قدم ندویده، خرس گنده. زن باید بشینه تو خونه قرمه سبزی درست کنه. تا شقایق نیامده جمع کنیم برنامه رو بریم. مراقب خودتون باشید. خدا حافظتون باشه.